عروسی سیوم نغمه طعم را شوکه ساخته است. بانو نغمه هنرمند خوب افغانستان باری دیگر میخواهد ازدواج کند. همسر جدید نغمه کیست؟ وی چرا خواسته برای باری دیگر ازدواج کند؟ و چی دلیل نغمه از همسر دومش جدا شده است؟ و دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند سابقه دار، یکی از هنرمندان دیرینه و محبوب در هنر موسیقی افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و خوش صدای افغان که مدت 50 سال می شود آهنگهایش در هنر موسیقی افغانستان ماندگار بوده است و اما با صدا و سیمای بانو نغمه آشنایی کامل دارد. این هنرمند محبوب و تاریخ ساز افغان در کشور امریکا زندگی می کند. تا کنون 2 بار ازدواج کرده است، ولی هر دوی ازدواج نغمه ناموفق بوده است. قرار است بانو نغمه برای باری دیگر هم در کشور امریکا ازدواج کند و به همین دلیل بانو نغمه کاملا چهره خودش را جراحی کرده است. اما تاکنون معلوم نیست نغمه باری دیگر با کی ازدواج خواهد کرد و دلیل ازدواج‌های مکرر بانو نغمه چی بوده است. اما این هنرمند کارهای هنریش مورد حمایت و ستایش گسترده افغان‌ها و جامعه هنری افغانستان قرار می‌گیرد. این هنرمند تک صدا و محبوب کشور دیره می شود دیگر کنسرتی هم برای دوستداران و طرفدارانش برگزار نکرده است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و کامیابی برای بانو نغمه از بارگاه عزت العزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو نغمه هنرمند خوب کشور خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، هر یک از شما نازنینان را بر لای من نان امانت گذاشته، موفق کامیاب باشید.